یس. خب 1 2 3. سلام، من پانتا. من مانیتام و به کرکره خوش اومدید. کرکره جاییه که ما راجع به چیزایی حرف میزنیم که توی ذهنمونه و باهاتون در میون میذاریم که شاید دغدغه ذهنی شما هم باشه و بتونیم با هم دیگه پیش ببریم. تو این قسمت میخوایم راجع به چی حرف بزنیم؟ عذاب وجدان، شرم و خجالت. چه بحث چیزی داریم ها، احساس میکنم. آره این بحث یه خورده فکر کنم بحث جدی‌تریه نسبت به اتفاقای قبلی و حالا کلا یک موضوعی که هست توی انتخاب کردن این در واقع موضوعای کرکره از اینجا میاد که موضوعیه که من و پانتا در طول فاصله ضبط‌ها بهش فکر کردیم. برای همین ممکنه که برای شما ملموس باشه یا شما هم اگه موضوعی هست که ذهنتون درگیر میکنه میتونید مثل همیشه ما بگید و اینم از موضوع این هفته است. آره خب قبل از اینکه بریم وارد اپیزود بشیم حالا احوال همیشگیمونو بکنیم. چه خبر بوده برای تو در این مدت؟ خبر این که با چه خبر نیست، یعنی من نمیدونم، من واقعا نمیدونم در جهان چه اتفاقی میفته ولی هیچ میدونی در جهان چه اتفاقی میفته، نمیتونی بفهمی چرا داره این همه اتفاق میفته. من هیچ موسم بهاری که احساس نمی کنم و من تلویزیون ندارم و اخبار اینام تقریبا نگاه نمی کنم، یعنی اخبار رو که از این شبکه ها اصلا نگاه نمی کنم ولی خب به هر حال سعی می‌کنم بخونم که در جهان باشم. چند وقت پیش خونه یکی از دوستان بودم و داشتیم یکی از این کانال‌های خبری‌ها نگاه می‌کردیم که حالا خودم نو خوشم برنامه عجیبیه ولی من دیدم که وای اصلا وای اینو نگاه کنی 1 ساعت بعد اینجوری که ما داریم میمیریم. اصلا کلا اینجوری نمیگم نیستا ولی این حس رو همش بهت میده که دنیا خیلی جای بدیه و همه چی داره به قهقرا میره. وای اصلا خیلی ترسناکه. ما هم که تلویزیون نداریم تا جای ممکنم. شما تلویزیون ندارین چه باحال؟ نه یعنی تلویزیون داریم ولی برای فیلم دیدن استفاده آره مثلا آنتن و اینا نداریم. در این مدت متیو پری رو از دست دادیم و من واقعا خیلی ناراحت شدم. توی فکر کنم اپیزود اولم گفتم که دارم کتابش رو میخونم و خیلی این مدت دوباره در جریان زندگیش بودم و از تلاش‌هاش و اینها، واسه همین خیلی برام تازه بود و خیلی ناراحت شدم که مثلا آدم انتظار داره وقتی این تلاش یه آدمی کرده که زندگی خوبی داشته باشه، مثلا یه تلاش 30 ساله کرده که هی با اعتیاد دست و پنجه نرم کرده، انتظار داری وقتی موفق شده خب دیگه الان زندگی خوبی داشته باشه، ولی مرگه یه اینجوری بود که نه قرار نیست مثلا فیلم هندی باشه. به خاطر همین این کتابی که بود که میخوندم حال همون کتاب خودمه. دوست داشتم به یکی از بچه‌های یوتیوب اگه اوکیه که کتاب دست دوم بخونه و دوست داره کتاب متیو پریو بخونه هدیه بدم. حالا خیلی فازم همین نیستش که مثلا کامنت بذارین جایزه بدم، بیشتر اگه شما هم تو این مدت تحت تاثیر مرگ متیو پری بودین بنویسین من به یه نفر این کتاب رو هدیه میدم. ایول دمت گرم. من از این ایده خیلی خوشم اومد، خیلی دلم میخواد که در ادامه پادکستم این کار بکنیم. من اصلا کتابایی که میخونم چون مطمئنا دیگه بر نمیگردم بهش خیلی دوست دارم کتابامو به آدمایی که مثلا اون کتاب رو دلشون میخواد هدیه بدم. آره واسه همین میتونم هر موضوعی که اگه مثلا کتابی خوندم راجع به موضوع بیارم و هدیه بدم. اوکی. حالا قبل از اینکه بریم وارد بحث بشیم، اگه کسب و کاری هستید که دوست دارید توی کرکره معرفی بشید میتونید به ما ایمیل بزنید یا بهمون دایرکت بدید و خودتون رو معرفی کنید و ما شرایط رو بهتون میگیم. بسیار عالی. خب فکر کنم این قسمت اول تو یه توضیحی راجع به تفاوت‌های اینا بگو و بعد مثلا راجع به تجربیاتمون تو هر کدوم حرف بزنیم. آره حتما. جریان از این قراره که وقتی که ما موضوع عذاب وجدان رو اول انتخاب کردیم من چند وقت پیش یه پادکستی گوش داده بودم که راجع به فرق شرم و عذاب وجدان حرف می‌زد. واسه همین فکر کردم که برای خود من تازگی داشت و فکرم شاید بد نباشه که یه دورم اینجا راجع به این موضوع حرف بزنیم که اینا واقعا چه فرق‌هایی دارن حالا در آکادمیک روانشناسی و معنی‌هایی که وجود داره. خیلی برای من جالب بود که فرق اصلی که بین شرم و عذاب وجدان داده میشه تو اینه که احساس شرم بر اساس یک خودباوری میاد و خیلی عمیق‌تر و ساختاری تره، اما عذاب وجدان بر اساس باور نیست، یعنی خودپنداری تو رو عوض نمیکنه. تو
اگه که یه کاری کنی و به نظرت خوب نباشه، وقتی فکر میکنی من پس آدم خوبی نیستم، اون شرمه. اما وقتی که اینجوری که من کار بدی کردم و رفتار بدی داشتم، اون عذاب وجدان حسی که بعدش میاد. و حالا در ادامه همه اینا خجالته که خیلی سطحی تر از شرمه و بیشتر خجالت کشیدن توی اتفاقهای روزمره است و تهش معمولا یه طنزی داره. و حالا یه حرف خیلی بامزه‌ای که نویسندش میزد، میگفت که تو وقتی که تو خونت تنها باشی در زندگیت و پرده برم کشیده باشی، هیچ وقت خجالت زده نمیشی، اما احساس شرم رو ممکنه تجربه کنی با افکارت. انگار خجالت در قیاس با آدماییه که در محیط اجتماعی طرف. حتی من فکر میکنم که شرم، عذاب وجدان و خجالت همش تعریف هاییه که از تمدن و اجتماع تو داری. یعنی که تنها بفرستنت تو جزیره، من نمیدونم ممکنه کجا میدونی از تجربهش کنی. مثلا شرم رو میدونی از کجا میتونم وقتی که میگی تنها باشی، اینجایی که مثلا یه بستنی گنده بذاری جلوت بخوری مثلا، بعد یه فیلم زرد ببینی و احساس کنی وای من چه آدم سطحی ام، چرا مثلا انقدر هیچ کاری دارم نمی کنم. مثلا این حس رو شاید توی اگه جزیره تنها باشی با خودت داشته باشی. خجالت ولی مثلا اینه که برای من مثلا چرا فلان حرف رو به فلانی زدم، یا مثلا خجالت بکشم یه چیزی رو بگم. آره درست میگی. آره خلاصه این فرق اولیش بود. و حالا بر اساس اون مقاله اینه که عذاب وجدان سازنده تره و شرم نه. و یه چیز خیلی جالبش هم این بود که توی مطالعاتی که انجام دادن، شرم یک چیز وابسته به دین نیست. یعنی درسته که دین خودش شاید خیلی روی این محور کار کنه، ولی توی مطالعه ادیان مختلف و حتی آدم هایی که آتئیست بودن و همه اینا دیده بودن که فرق معنیداری بین احساس شرم اینا نیست، که برای من خیلی اطلاع جالبی بود. یعنی آره دیگه همه اینا رو خونده بودن و اینجوری که درسته که مثلا آخه مثالی که میزدیم بود که میگم مثلا خودش مسیحی بود و ما میگن که هر یک شنبه باید بری حتما کلیسا و حتما اعتراف کنی و اگه گناهی رو جا بندازی اون بخشیده نمیشه و تو همش با یک احساس شرمی میای. اما اینا در حالتهای اجتماعی کلا عوض میشه و مقداری که آدم‌ها تجربه میکنن ظاهرا وابسته نیست. برای من خیلی، ولی حالا که گفتی شرم و عذاب وجدان خیلی در هم تنیده است. یعنی یه جایی که حتی الانم نمیتونم دقیق بگم که اینجا آیا این احساس عذاب وجدان بوده یا شرم بوده. یعنی انگار یه خجالتی حالا کشیدم، حالا کلمه خجالت میگم توی موضوع شرم، این که ولی انگار گره میخوره به عذاب وجدان که چرا اینو گفتی، چرا این کار کردی، مثلا ناراحت شد، هی انگار نتیجهش میشه عذاب وجدان برای من. تو بیشتر جایی که عذاب وجدان احساس میکنی، یعنی میگیری کجاست؟ خیلی زیاد آخه عذاب وجدان میگیرم چون معمولا خیلی خودم مسئول میدونم در مقابل احساسات بقیه آدما و هر جایی که احساس کنم مثلا تو رو ناراحت کردم، حتی اگه مثلا اندازه 1 از 10 ناراحتت کردم، خیلی عذاب وجدان میگیرم. واسه من مثلا عذاب وجدان گرفتم بیشتر اونجایی که دیدی تو یه موقعیت رو با خودت تحلیل میکنی و به خصوص تو رفتار حالا آدما بیشتر، ولی حالا موقعیت ها تو یه موقعیت رو تحلیل میکنی و به یک باوری میرسی. یعنی من به یک باوری میرسم و بر اساس اون رفتار میکنم و رفتارم رفتار قاطعیه. حالا نمیگم 100 نه، چون من همیشه سعی میکنم 70 هستم، چون خیلی شرایط همیشه دیدم که عوض میشه و نمیدونی و اینا. ولی رفتاری که کردم رفتار قاطعانه ای بوده، مثلا خیلی شاید با گوش شنوای زیادی رفتار کردم. و بعد یه مدت که گذشته من یه چیزی رو فهمیدم که واقعا نمیدونستم و نمیتونستم اون موقع بدونم، ولی بعدش اینجوری شدم که وای من چقدر اشتباه کردم. و این موقعیت خیلی بیشتر از همه بهم عذاب وجدان میده، از اینکه چطوری انقدر اطمینان دادم به خودم. حالت جالب مال من خیلی برعکسه. جایی که مطمئنم، یعنی مثلا دروغ بده و من اگه احساس کنم تو دروغ بگی و مثلا قاطعانه باهات رفتار کنم، اونجا عذاب وجدان نمیگیرم. اینجوریم که خب این اصول اخلاقی من بوده، منم روی این اصول و اینجوریم که این اصول درسته. خب حالا هر کسی تو ذهن خودش فکر می‌کنه اون اصولی که داره درسته دیگه. درسته، پس اگرم این رفتار رو کردم، من اونجا رفتار درستی کردم، اونجا عذاب وجدان نمیگیرم. عذاب وجدان جایی میاد که مطمئن نیستم که آیا
این کاری که کردم یا اون اصولی که دارم مثلا درسته ما یا دقیقاً برعکس همین. دقیقاً برعکس همین. یعنی دقیقاً مثلا خیلی عجیبه، چون تو چیزایی که من همین نمیدونم اینجورم که خب نمیدونم دیگه، مثلا من 40% آگاهی داشتم اونم همینقدر، حالا نشم بعدن یه کار دیگه میکنیم، یعنی اصلا برام خیلی موضوعی نیست که حتی پیش فکر کنم. ولی اون جایی که قاطعم، آخه مثلا تو مثال دروغ گفتم، من همیشه یک موضعی که دارم اینه که به نظر من دروغ با فریب فرق داره. یعنی یه جا تو یک دروغی میگی ولی یک جا دروغی که داری میگی از هر دو دستم استفاده میکنم، فریب داری میدی یک جریانی. مثلا حالا مثال خیلی سادهش اینه که من یه بار به مامانم اینو گفتم اگه مثلا تو به من هی تکست میدی رسیدی خونه و من میدونم که اگه الان به تو بگم نرسیدم خونه، تو قراره که ساعت‌ها بیدار بمونی، کلی استراب بکشی، همه اینا و دلیل‌های منطقی خودت رو هم پشتش داری، ولی من توی شرایط عجیب میذاره واسه من ممکنه که من الکی به تو بگم که آره رسیدم خونه و دارم دروغ میگم، آره، ولی یه وقتیه که من این کانسپت شنیدنش و گفتنش در نهایت که آدم سعی میکنه دروغ نگه و سعی کنه دروغ نشنوه و اینو خیلی محیط سالم تریه، ولی اینو میفهمم که تو یه جایی داری یه چیزی میگی برای اینکه یک موقعیتی رد بشه و اتفاقی نیست که توی آگاهی و باور آدمو تاثیر بذاره. آره اینو میفهمم، ولی یه جایی تو فریب میدی، یعنی اصلا چیزی که میگی رو کل ایده آدم تاثیر میذاره. این خیلی جای عجیبیه برای من، یعنی برای من ترجمهش اینه که تو اون لحظه بدجنسی کردی، یعنی دروغ نگفتی، بدجنسی کردی که هدف خودتو مثلا پیش ببری. خب نه مثلا یه دروغی که مثلا به مامانت بگی که من رسیدم و میفهمم، اینو گفتی که اون موقعیت پیچیده نشه یا مثلا مامانت نگران نشه، ولی یه جایی که مثلا بیای بگی که فلانی پشت سرت یه حرفی زده که این رابطه مثلا من و فلانی رو خراب کنی، نه اون همون فریبه. آره دیگه همون میگم. اون فریبه برای من ترجمه بدجنسی میشه. آره و خیلی برام وقتی بفهمم اون آدمه دیگه میفته از چشمم. خیلی وقتا هم واقعا ممکنه بدجنسی نباشه، یعنی من دیدم تعارضای آدمای و اینکه خودشون نمیتونن یه موضوع صاف نگاه کنن، یعنی چه میدونم تو مثال حتی مثلا زوجهایی که ازدواج کردن و مثلا یکی به یکی دیگه یک ارتباط بیرون رابطه ای و داره یکیشون، تو بازم اگه پای حرف اونا بشینی یه منطقای تو هر کی پیدا، ولی مثلا تو همون موقعیت هم میبینی که مثلا طرف یک چیزی روایت میکنه حتی اینجوری که بابا بی خیال دیگه تو خیانت کردی، این فکت اینو نگه دار، حالا دلایل تو داری محترمه ولی این یک چارچوبی داره و تو خیانت کردی، چی داری میگی؟ خیلی شبیه فیلم‌های اصغر فرهادیه نه؟ موقعیت فریبه؟ آره، یعنی مثلا تو توی چیزی که برای من جالبه تو فیلم‌های اصغر فرهادی اینه که تو هر کاراکتر رو که جدا ببینی میفهمیش، خب ولی در کل این فهمیدن باعث شده یه موقعیت پیچیده‌ای درست بشه. هیچ کدوم خیلی کار وحشتناکی شاید نکردن، ولی کنار هم قرار گرفتن همین کوچیکا در نهایت موجب یک اتفاق وحشتناکی شده دیگه. و خیلی هم شبیه زندگیه، خیلی شبیه زندگیه. لحظاتی که تو به نظرتون کار کوچیکی بوده، حالا مثلا توی فیلم جدایی مثلا یه هولش دادی مثلا از در انداختیش بیرون، ولی میتونست منجر به این بشه که یارو بیفته و مثلا از پلا بیفته بچهش بیفته. آره من یه نگرانی دارم که مواد داره میخوره به این مایکه، اگه میخوای مایکو بیا پایین تر یا پرده میدونی بیا همش پایین تر بذار. آره مرسی. ولی برگردیم به موضوع عذاب وجدانه. دیگه تو کجاها اینو احساسش میکنی؟ کجا با خودت عذاب وجدان میگیری؟ از عملکرد خودت؟ اون برام میره بیشتر تو حس شرم، جاهایی که خیلی پروداکتیو نیستم، مثلا یه روزم و هیچ کار مفیدی نمی کنم، یا سر کار اینجوریم که خدایا فقط امروز بگذره تموم شه، من حوصله کار ندارم، خیلی بعدش عذاب وجدان میگیرم. در برابر مثلا مسئولیتات میشه؟ هم در برابر مثلا فضای کاری که حتی بر همون پیش اومده یه روزای حوصله کار نداریم، هم در برابر مثلا اون انگار اعتمادی که فضای کاری به من داده که اوکی تو قراره مثلا اینجا 8 ساعت کار کنی، ولی تو از این 8 ساعت داری مثلا 3 ساعتشو فقط چه میدونم گوگل گردی میکنی. اونجا خیلی احساس میکنم به یک اعتمادی خیانت کردم.
آها. آره و اون احساس عذاب وجدان بهم میده. در رابطه پدر مادر و فرزندی هم خیلی اینو تجربه میکنم خیلی زیاد. مثلا وقتایی که نمیرسم زنگ بزنم یا سر بزنم به مامانم اینا اینجوریم که ای بابا مثلا دوباره این هفتم شد من نتونستم یه وقتی رو جور کنم برم مثلا مامانم اینا رو ببینم و همینطور یه عده از فامیلامون و اینا اینطوری. یا مثلا اگه تولد یکی هم یادم بره تبریک بگم خیلی عصبانی میشم. بعد هی دیگه مثلا فرداش یادم میفته بعد اون فردای اینجام که الان زنگ بزنم زشت نیست بعد دیگه میشه یه ماه یه لوپ اشتباهی. یه بار دیگه هم گفتم یه وایسی داری گوش ندادی فقط میتونی به ابد بسپاریش. یعنی اینجوری باشی که خب اوکی من اینو حذف میکنم این اتفاق هیچ وقت تو زندگیم نیفتاده. خب تو کافی بود جواب. تو کجا این احساس عذاب وجدان داری؟ میگم بیشترین عذاب وجدانم تو موقعیت هایی که خیلی مطمئن رفتار کردم و بعد دیدم که نه خیلی یعنی بعدش اینجوری میشم که چرا به خودم همچین اجازه رو دادم که انقدر مطمئن رفتار کنم. و یه وقتا هم این احساس بهم دست نمیده ها. یعنی حتی میبینم موقعیت فرق داشته ولی میدونی باز میبینم اون چیزی که فرق داشتم دیگه انقدر مثلا همون فریبه توش بوده انقدر بهم نگفتن که خب میخواستی بگی اصلا تو هم یه وره مثلا قضیه بودی من از کجا هم میفهمیدم. ولی عذاب وجدان من با بچه‌هام خیلی احساس عذاب وجدان میگیرم بعضی وقتا. یعنی احساس میکنم که نکنه من از کافی واسهشون وقت نمیذارم و اینا. راست میگی منم با نه که به عنوان نه این حس ببخشید پیدا مثل حرفت ولی هی گاهی فکر میکنم که آیا واقعا مثلا این گربه که آوردم تو خونه این الان خوشبخته آره. یا اگه مثلا تو کوچه بود خوشبخت بود یعنی داشت مثلا زندگی طبیعیشو میکرد. من واقعا از وقتی پنی آوردم یه سری دغدغه های اگزیستانس برام ایجاد شده از اینکه همش این شکلی هم که انگار این رفتار با پتت نمایانگر هر رفتار دیگه‌ای هم هست در جا. یعنی همون اتفاقی که مادر و فرزنده میفته اون تو رو جوری که میتونه خودش نگهت داره تربیتت میکنه به معنای و بعد تو که خب کجا اصلا بعد طبیعت من چیه طبیعت اون چیه و بعد از یه جا بعد اینجوری میشم که وای ولش کن پنی بیا حالا یه راهی بریم هم من خوشم میشه هم تو. آره خیلی این تجربه خیلی برای من شبیه پت داشتن شبیه میشه که یه جایی که عذاب وجدان میام خب اگه بچه بود چرا وحشتناک‌تر میشد که مدام مثلا این فکر می‌کردی که الان مثلا من این غذایی که گرونترین غذای بازاره رو براش ریختم قدردان هستی داره بهت خوش میگذره یا مثلا اگه تو کوچه دنبال غذا میگشتی مثلا اون خویت داشت ارضا میشد. آره اینا خیلی عجیبه این سیستما کلا. ولی دیروز یکی از دوستان من دیدم که یعنی دوست دوریم و یه حرفی زد که من برام خیلی عجیب شد و ما داشتیم راجع به رابطه و ارتباطات مونوگامس و پولیگامس و اینا حرف میزنیم. حالا یعنی تک شریکی و حالا چند تا شریکی. چند شریکی نمیشه میشه چند عشقی انگار یعنی تو با همه اونها عشق رو تجربه کنی فکر کنی. مونوگامس و پولیگامس نه اون پلی آموری بود. آره پلی آموری میشه چندش. بعد حالا خلاصه بعد یهو برگشت گفتش که خیلی حرفش برام عجیب بود صرفا حالا عجیب جالب بود ولی انظام منظورم نیست که خیلی چیز مثبتی رو گفته ولی آرام حرف بزنیم. یهو گفت که ببین آخه تو نگاه کنی آدما همه دارن خیلی کوتاه مدت تر به زندگیشون نگاه میکنن. به طور مثال تو 2 تا حیوان داری که میدونی اینا 12-15 سال زندگی میکنن و با علم به این موضوع تو 2 تا حیوان تو داری چجوری فکر میکنی که توی رابطه داری تا ابد بهش فکر میکنی. و من یهو اینجوریام که این چی بود سر زور عزیزم. حالا که دوستم یکم عصبی بودم خودش اصلا شرط عجیبی داره میگذرنه هست ولی من رفتم واقعا توی فضایی که چقدر ما بابت چیزهایی که کوتاه مدت یا بلند مدت داریم بهشون نگاه میکنیم باید عذاب وجدان داشته باشیم. آخر ببخشید من اینجا یه انتقادی دارم مسئله اینی که کوتاه مدت و بلند مدت رو نمیفهمم. خب تو برای حتی یک کوتاه مدتی تصمیم میگیری با یک آدمی باشی چرا باید چند نفر باشه؟ یعنی اون چیزی که گفت یعنی همه آگاهن از شرایطی که هستن توش که یک نفر چند تا پارتنر داشته باشه.
نه اون داشت میگفت که اون خودش طرفدار رابطه مونوگامستیه که از الان که واردش میشی به اینکه تا ابد با هم زندگی آره. کنین فکر میکنه. آها. و اینجوری بود که ولی آدما خیلی دارن کوتاه مدت نگاه میکنن و من آها. اینجوریم که من خودم همچین نگاهی ندارم و گفت تو نمیتونی همچین دفاعی کنی چون تو 2 تا حیوان داری که میدونی در 15 سال کنن زندگی میکنن. شاید یکم درست میگفته احساس میکنم. آخه من الان دارم فکر میکنم که به هر حال این بخشی از عمر من هست ولی این تمام عمر پت منه. خب یکیمون اینجا داره لانگران تا ای وای بدتر شد. خیلی دارک شد. راجع مرگ پت بیا فکر نکنیم، خیلی موضوع دردناکه. من واقعا یکی از اینجا جایی که با خودم عذاب وجدان میگیرم که مثلا تو بله خیلی حال میکنی الان گربت کنارت خوابیده، ولی اگه یه روزی این اتفاق بیفته که نباشه میدونی چقدر ناراحت میشی. اصلا چیزی میتونه جای اینو پر کنه. من خیلی با موضوع ریلکسم چون آدما خیلی ازم میپرسن که به خصوص که آدما این فیدبک هم من میدن که تو 2 تا پتت احتمالاً همزمان میمیرن. من اولا نمیدونم چرا آدما راجع به نظر میدن. چرا اینو میگن آدما؟ این خیلی تو دردناکیه. آره یه بار یه دوستی داریم میگفتش که یه کتابی هست که چجوری با والد یک قشنگ خوابیده. آره با والد یک حیوان حرف بزنیم و میشه این کتابو بگیریم به همه. آره من تو رو خدا به سگ من غذا ندید. من هر اپیزود یه دور اینو میگم و هر روز داره تو خیابون با یکی. الان که قشنگ اینجوری هم که آیتا تا 10 بشمار اگه هنوز عصبانی بودی واکنش نشون بده چون یکمی دارم از دست میدم کنترلم. ولی anyway که نمیدونم احساس میکنم به هر حال تو یک چیزی یعنی یه پذیرشی واسم توشه که من یک بازه های فوق العاده رو با اینا دارم میگذرونم و مثل هر چیز دیگه ممکنه داشت. آخه من واقعا به شرکت هم همین شکلی نگاه میکنم. به وقتی که مثلا چند ماه پیش 7 ماه پیش اسفند پارسال یکی اومد که پینک کلاب رو بخره یه سرمایه گذاری و حالا من موقع رد کردم ولی کلا اینجوری نیستم که هیچ وقت ما پینک کلاب رو نمیفروشیم. اگه آدم‌هایی باشن که احساس کنم سازندن این کار میکنیم. مثلا احساس میکنم اوه یک بازه تو با یک چیزی همراهی کلی تجربه خوب ازش میگیری و اینا و آوردش باهاته. بابام همیشه مثال میزنه میگه هیچ آدمی دوباره از یه رودخونه رد نمیشه چون نه تو اون آدمی نه اون آب اون آبه. برای همین خب تو با یک داشته‌های جدیدی وارد یه چیز دیگه میشی. واسه همین من به این جریانا هم مثلا سعی میکنم عذاب وجدانش هم نداشته باشم یا هر چیزی که کوتاه مدته. یعنی با آدم آخر اگه خیلی کوتاه مدت داری نگاه میکنی مثلا شما اگه برم 4 ماه ایتالیا زندگی کنم برای اونجا یه دیت لایفی بخوام احساس کنم باید حتما به آدمه بگم که ببین من 4 ماه اینجا و این برای من یه چیز بلند مدت نیست. ولی تو بقیه چیزا به نظرم آخه مگه همه چیز اکسپایربل نیست؟ چرا؟ اصلا همینو یعنی میخوام بگم که نگاه به اینی که تو وارد هر چیزی بشی و این قرار تا ابد باشه، وارد یه شرکتی بشی و فکر کنی که من قراره از اینجا بازنشست بشم، مثلا حتی وارد یک رابطه بشی که فکر کنی دیگه این همینه تا آخر، خیلی ترسناکش میکنه. باعث میشه که تو نتونی ضعفاشو ببینی و احساس کنی که خب دیگه من گیر افتادم توی این. ولی تو موضوعات از دست دادن برای من خیلی بعد احساسی ها میاد بالا که میدونم بالاخره این عمر حیوان حتی آدم هر چیزی ممکنه بر هر به اتفاق تموم بشه خیلی زودتر از چیزی که انتظار داری. ولی خب میدونی برام موضوع یکم احساسی تر از اینه که تا وقتی وارد یک فضای کاری میشم و اینا. میفهمم. من الان دارم فکر میکنم که یه بخشی از کلن عذاب وجدان گرفتن یا حتی احساس شرم کردن همه اینا توی یک حجمیش تو مواجه شدن با شرایط مختلفه. یعنی تو اگه مواجه بشی خودتو با چیزای جدید مواجه کنی این حسا میاد سمتت، ولی اگه همیشه تو نقطه امنت باشی خب اینا سمتت نمیاد و نقطه امنه همیشه تو نقطه امن بودن خودش حالا در معنی من پیشرفت کمی رو برات رقم میزنه. نمیگم پیشرفت الزامه که تو همش دستاورد داشته باشی ولی برای من پیشرفت در کنار یه سری تجربه معنی میشه. ممکن واسه همه فرق کنه و در نهایت فکر کنم اینا چیزایی که خیلی آمیخته است و تو هی تو مسیر تجربه میکنی. فقط به نظرم که آدم وقتی خیلی درونیش میکنه خیلی اتفاق بدیه. آره یه بخشش هم وقتی خیلی درونیش میکنی
میدونی میره تو فاز انگار یک توهم و ایلوژنی میشه. یعنی شاید تو واقعا اگه مثلا من به آنیتا بگم ببخشید اون روز با تند حرف زدم، من خیلی احساس عذاب وجدان گرفتم و مثلا ممکنه من واقعا 3 هفته به این فکر کنم که مثلا با این حرف رو زدم، مثلا خب چون من یه فاز تیکه بندازی هم متاسفانه دارم و فکر کنم بعضی وقتا با مزه است و یه شوخی میکنم که بعد احساس کنم این آدم ناراحت شد مثلا، بعد خیلی عذاب وجدان میگیرم. ولی اگه مثلا توی یک فرداش بگم که ببخشید اون حرف رو زدم، تو بگی که نه بابا ردیفه، من از یک مثلا 3 هفته فکر کردن و این خوره مغزم بودن رها میشم. آره به نظرم عذاب وجدان خیلی راحت تر میشه گذروند و رفت تو مرحله بعدی، ولی شرم خیلی نقطه عجیبیه و من خیلی جا هنوز باش یهو گیرم میندازه. مثلا خیلی جالبه حتی چیزای مثبت ها، یعنی مثلا چند وقت پیش ما یه جلسه ای بودیم و یکی برگشت گفت که تو خیلی کوچولو و جوونی برای اینکه این کارو بکنی و من نه خجالت زده این نایس گوگلی، نه من جونم که شت و داشتم قشنگ اینجوری جمع میشدم تو خودم به خاطر اینکه احساس میکردم که انگار نکنه من جای یکی دیگر رو گرفتم، نکنه من نتونستم اونقدر که باید و اصلا یه شرم عجیبی از این داشتم تجربه کردم که انگار نه کافی نیستی. حالا حتی این احتمالاً میتونه صفت خوبی باشه ولی من دیدم که نه کافی نیستی و الان سن رو کم داری و فاکتور سن رو که نمیتونی همینطوری ایجاد کنی و من در آینده این مسیر احساساتم برام این نقطه هست که اینقدر چیزا رو به توی خودم راه ندم که مثلا این همه گذشته از اون جلسه هنوز فکر میکنم بهش، احساس کنم که دارم جمع میشم. آره نمیدونم شاید یه وقتایی آدم پذیران نباشه خیلی بهتره. آره مثلا هر چیزی رو راه ندی که بیاد تو اون داخل. ولی من فکر کنم این خیلی خیلی چیز عمیقیه، یعنی خیلی به انگار توی کاراکتر هر کدوم یه سری سوراخ وجود داره. مثلا من راجع به وزنم اگه یکی فیدبکی بده خیلی سریع میرسه به اون اعماق وجودم، یا مثلا تو اگه میگی راجع به سن، شاید اگه یه فیدبک دیگه میداد انقدر بر تو مثلا اینجوری بودی که ردش میکردی بلاکش میکردی در لحظه، ولی این سریع میره اونجا رو پیدا میکنه. دقیقاً. یه چیز جالبی هم الان به ذهنم رسید راجع به موضوع شرم نیابتی. من خیلی اینو تجربه میکنم، خیلی اصلا اصطلاحش رو دوست دارم، خیلی به نظرم چیز درست و جالبیه. من حتی یه وقتایی جای واقعا برای خجالت میکشم. مثلا مثلا میگن سوتی های مصاحبه، مثلا یارو یه سوال میپرسه ازش اصلا نمیدونه چه اینجوری میگه و جای اون آدم هم خجالت میکشم، یعنی نگاه نمیکنم خیلی وقتا. من فقط یاد مهمونی خانوادگی هم راستش میفتم چون ما خانواده پدرم خیلی گسترده ایم، یعنی زیادیم و بعد آدم هم خیلی با هم خوشفازن و اینا و یک فرهنگی هست که حالا من خودم هم همون فامیلیو دارم و همه اینا، ولی آدما با یه سرعتی با هم حرف میزنن و به هم تیکه میندازن و هیچ کم داره ناراحت نمیشه که واقعا دنبال کردنش کار راحت نیست، انگار توپ پینگ پونگ یه چیزی داره میره میاد. مثلا بعضی وقتا یهو وسطش یکی یه چیز خیلی شدیدی به یکی میگه و من جواب من دوست نداشتم جات باشم، ولی خیلی نه. بعد دیدیم اون آدمی که اونجا از خودش از پس خودش برمیاد تو خانده ما که قطعا همه از پس خودشون دارن برمیاد وگرنه له میشی. بکنم اگه مثلا اون تجربه شرم رو که تو میگی من دلم نمیخواد جای تو باشم، اگه تو میبودی شاید دیگه برای تو این اتفاق نمیافتاد، چون میفهمن خب آنیتا تو این بازی آره نمیاد تو بازی، آره جدی ناراحت میشه. آره اینم جالبه. خب میخوای با عذاب وجدان‌ها شرم‌ها چیکار کنی؟ آره گفتم من بیشتر نقطه‌ام همینه که سعی کنم خیلی درونیش نکنم و اینکه اون جایی که عذاب وجدان میگیرم و ببینم آقا چیه و اون کار نکنم، چون در نهایت یه بخشش منم و یه بخشش احساسه از حسی که من توی یکی دیگه ایجاد کردم میاد. یعنی اگه من واقعا دارم به اینا حس بد میدم خب نکن آنیتا جون، اگه فکر میکنی داری حس بد میدی خب با خودت نکن آنیتا جون. و شرم آخه خیلی به نظرم نقطه های عمیق تره، یعنی که توش میدونیم طرحواره ها درگیرن، یعنی خیلی عمقی تره باهات که تو ببینی چرا این موضوع مثلا انقدر بهت برمیخوره. فکر می‌کنم خیلی هم فرد به فرد، یعنی چیزی نیستش که مثلا ما اینجا راجبش حرف بزنیم، هر آدمی باید بگرده ببینه
مثلا چرا راجع به بدنش بادی شیمینگ و اینا میدن، مثلا انقدر سریع به خودش میگیره. حتی آدمایی که مثلا من تو ذهنم که آدمی که لاغر نباید این حس رو بگیره ولی میگیرن. آره خیلی جالبه. مثلا من در تجربه که دارم آدم‌ها اینجا که فرق نمیکنه، انگار اینو میگیری هر جوری که هستی. من راجع به عذاب وجدان هم خیلی دوست دارم که بتونم با آدما گنجه اینجوریه که خوابیم ها. ببخشید ما اینجا داریم زحمت میکشیم. خیلی دوست دارم که بتونم چیز کنم، بگم به آدم ها که چون یه وقتایی نمیگم و شروع میکنم سرویس دادن به آدم ها، چون احساس میکنم مثلا ناراحتش کردم، حالا دیگه باید از دلش هر جوری در بیارم. اصلا تو ماش چای میخوری قهوه میخوری مثلا مشقاتو بنویسم توی فاز اینطوری میشم. اگه بتونم جارو دبوی کنه پلاستیک کنه. آره اگه بتونم اینو کنار بذارم، میدونم که مثلا اپیزود بعدی قرار نیست کنار گذاشته باشم، ولی استپ بای استپ بتونم کمش کنم، خیلی خوشحال‌تر خواهم بود. آره من برات بوس میفرستم در این قربون شما. آره خب مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم که این دیالوگا به درتون بخوره و اگه شما هم هر حسی دارید که توی این فضا قرار میگیره حتما برامون بنویسین. اگه نکته‌ای هست که دوست دارید بیشتر جایش حرف بزنیم بهمون دایرکت بدید یا ایمیل بدید و ما منتظرتون هستیم. ما آیدی خودمون و کرکر میذاریم. اگر هنوز اینجا و توی اینستاگرام ما رو فالو نکردین لطفاً فالو و سابسکرایب کنید. به دوستاتون هم اگه معرفی میکنید که ما بسیار خوشحال و هیجان زده میشیم. و آیدی و ایمیلمون رو هم میذاریم که اگر کسب و کاری هستیم که دوست دارین اسپانسر اپیزودا بشین یا معرفی بشیم و همکاری کنیم هم حتما بهمون ایمیل بدین. در نهایت ممنونیم از سکو پلتفرم که هویت بصری ما رو طراحی کرده، مثل لوگو، تامنیلا و بقیه موارد. تا اپیزود بعدی خداحافظ.